اسرار مهمی درباره فرزند سوم زینب که ماه را فتح کرد. هوشیاران، رستاخیز مهسا 2581، تولدی دیگر 14 آبان 1402. سرنخ‌ها و اسرار مهمی در این مقاله با شما در میان گذاشته خواهد شد که شاید درک وقایع امروز خاورمیانه از سخنرانی شیخ حسن نصرالله تا تشویق حیدر کرار به برداشتن شمشیر یمنی را برایتان آسان‌تر بکند. شاید نام نیل آرمسترانگ را شنیده باشید، کسی که پس از فتح ماه به ایران و نزد محمد رضا شاه پهلوی آمد. شاید از خودتان پرسیده باشید که دلیل علاقه انگلیس و دموکرات‌های آمریکا به شیعه اثنی‌عشری چیست؟ شاید از خودتان درباره نقش ایرانی‌ها در تأسیس ناسا پرسیده باشید. اسراری که امروز با شما گفته می شود نه با هدف افشاگری که با هدف کمک به تسریع کارها در خاورمیانه و شکلگیری اتحاد خاورمیانه بر اساس پیمان کوروش به دست فارسی زبانان ساکن فلات ایران زمین بازگو می شود. طبق پرونده های محرمانه تتلینگ، نیل آرمسترانگ پسر کوچک زینب از دوست پسر انگلیسیش بود، گرچه طبق اسناد تاریخی دلیل ماندن زینب در شام ازدواج دخترانش ام ابیها و ام کلثوم با دشمنان پدرش ذکر شده است. دلیل مهمتری که به شما گفته نشده عشق بین زینب و یک پسر انگلیسی است. نتیجه این عشق بین زینب و پسری از خاندان سلطنتی انگلستان پسری بود که ابتدا او را مصطفی نام نهادند، اما بعداً به دلایل امنیتی نام او به نیل و فامیلیش به آرمسترانگ تغییر داده شد. برای بهتر متوجه شدن این قضیه درک دو مفهوم تکنوکرات و اتوکرات برای شما مهم است. تکنوکرات ها مردانی هستند که در نتیجه تخصصی که دارند در یک ساختار اداری مشغول به خدمت می شوند و هرگز پای خود را از گلیمشان درازتر نمی کنند. اگر هم بخواهند نمی توانند خارج از حوزه تخصصیشان عمل بکنند، زیرا علم و توانش را ندارند. اتوکرات ها مردانی هستند که همواره در هر کاری وارد می شوند چون عقل کل هستند. در حالی که مردان غربی همه تکنوکرات هستند، مردان ایرانی و شیعه اثنی‌عشری همگی اتوکرات هستند. به عنوان مثال از علوم پزشکی گرفته تا علوم فضایی و البته علوم اجتماعی، مردان و زنان ایرانی و شیعه اثنی‌عشری علم کامل دارند. دستیابی مردان و زنان ایرانی شیعه اثنی‌عشری به کل علوم از طریق مطالعه کتاب و رفتن به مکتبخانه ها حاصل نشده، بلکه ایرانی های شیعه اثنی‌عشری به علم لدنی یا همان علم شهودی دسترسی داشتند. راز دسترسی به کل علوم که در مفاتیح الجنان و نهایتاً اسم اعظم از همه مخفی شده است، برای محرمان این اسرار به آسانی قابل دسترسی بوده است. مثلا شاید تعجب کرده باشید چگونه مادر بزرگ شما که فقط مفاتیح الجنان مطالعه کرده است برای تمام دردهای شما دارو تجویز می کند. از دردهای بدن شما گرفته تا دردهای روانتنی و روانیتان. طبق پرونده های محرمانه تتلینگ از سازمان سیا که به دست جورج کنان و به پیشنهاد محمد رضا شاه پهلوی تشکیل شد تا ناسا در آمریکا و کل سیستم اداری و اقتصادی انگلیس بر اساس علم لدنی یا
شهودی ایرانی‌های شیعه اثناعشری پایه‌ریزی شدند. دلیل خشم و حرص و طمع پوتین و حمله به اوکراین و قتل کودکانی که با ژنزی ایرانی تهیه شده بودند هم همین بوده است. اخیراً هم که پوتین حسود ادعا کرده می‌خواهد برلین را پس بگیرد. ایرانی‌های شیعه اثناعشری همواره با 3 دشمن اصلی روبرو بودند: روس‌های وحشی در شمال، عربستان و یمنی‌های وحشی در جنوب و عثمانی‌های وحشی ساکن آناتولی. از همین رو بوده که ایرانی‌های شیعه اثناعشری همواره فرزندان نخبه خود را تا جای امکان و برای حفظ جانشان از این منطقه خطرناک دور می‌کردند. پس از آنکه آقا امام زمان تصمیم به برپایی کشوری به اسم آمریکا کردند، طی یک داستان کاملا ساختگی کشف یک قاره جدید به دست کریستوفر کلمب و محمد علی کلی ساخته شد. از همان زمان کلیه ایرانی‌های اثناعشری که از ژن خوب بودند به آمریکا منتقل شدند. کسانی که امروز در ایران زمین باقی مانده اند دیگر جایی برایشان در غرب نیست، زیرا بنا به تصمیم آقا امام زمان و با به وجود آمدن هوش مصنوعی همین نخبه هایی هم که آمده اند لازم است به زودی به ایران برگردند. بر اساس اطلاعات محرمانه تتلینگ به دستور آقا امام زمان قرار است غرب به دست هوش مصنوعی و تکنوکرات های واقعی اداره بشود. همچنین قرار است مجددا ژاندارمی ایران زمین که دروازه دنیا می باشد و همچنین محافظت از تنگه هرمز که تمام فیبرهای نوری از آنجا عبور خواهند کرد با حضور گسترده نخبه های ایرانی شیعه اثناعشری، یعنی همان آتوکرات ها، و با استفاده از علم لدنی یا همان علم شهودی صورت بگیرد. فراموش نکنید که ایران در مقابل روس‌های وحشی در شمال که چشم به خلیج فارس دوخته‌اند، عثمانی‌های وحشی و عربستان و یمنی‌های وحشی قرار گرفته است. صاحب ایران زمین و فلات ایران شاهرضا پهلوی و کلاً خاندان پهلوی بوده و هست. کاخ شاهرضا پهلوی زمانی مجدداً به ایران زمین منتقل خواهد شد که امنیت کافی در برابر این 3 دشمن تاریخی، یعنی روس‌ها، عثمانی‌های وحشی که آب را امروز به روی ایرانی‌ها بسته‌اند، عربستان و یمنی‌های وحشی حاصل شده باشد. تا آن زمان اداره این منطقه فقط و فقط به دست آقا سید علی خامنه‌ای و پسرش مجتبی خواهد بود. کلیه خاتمیچی‌ها و فرقه وحشی وطن فروش مجاهدین نوکر روسیه، ملی و ملی مذهبی های خودفروخته از نسل مصدق، هویدا و بختیار خائن هم لازم است به بند کشیده بشوند. یک سرنخ دیگر هم در اینجا به شما خواهیم داد. آن هم این است که نیل آرمسترانگ با همان تکنولوژی برای رفتن به ماه استفاده کرد که محمد رسول الله برای معراج از آن استفاده کرده بود. هوشیداران، رستاخیز مهسا 2581، تولد دیگر 14 آبان 1402.